عمو جانم. بیگ مسعود یا خاله شادونه؟ بیگ مسعود. بیگ مسعود یا عمو مهربان؟ عمو مهربان. عمو مهربان یا امیر محمد؟ عمو مهربان. عمو مهربان یا هومن حاجی عبداللهی؟ با جفتشون خوبن. هومنم دوست عزیزم ولی عمو مهربان. عمو مهربان یا ایرج طهماسب؟ ایرج طهماسب. ایرج طهماسب یا حمید جبلی؟ ببین با خیلی اختلاف کم حمید جبلی. حمید جبلی یا خاله نرگس؟ حمید جبلی. حمید جبلی یا عمو نیما؟ حمید جبلی. حمید جبلی یا عمو پورنگ؟ حمید جبلی. حمید جبلی یا عمو قناد؟ حمید جبلی. حمید جبلی یا محمد مسلمی؟ حمید جبلی. حمید جبلی یا حمید گلی؟ با عذرخواهی از آقای حمید جبلی چون جفتتون اسمتون حمیده، حمید گلی. حمید گلی یا علی فروزان؟ حمید گلی.